گویا من هرچی بیشتر سکوت میکنم بدتر میشه. یه جا انگار باید دستی رو محکم بکشم. من از دیشب ساعت 3:30 صبح منو زنگ زدن بیدار کردن. این حریم خصوصی و شخصی من نیستا، من بادا اینجوری فکر کنید. نه، این زباله است. هر کس میتونه بیاد دست بزنه، خراب کنه، پا بزنه، مشکلی نیست. من ساعت 3:30 بیدار شدم، الانم ساعت 8:30 صبح تا 6 نتونستم بخوابم. الان باید پاشم برم بدو به کارم برسم. فدای یه تار ماهاتون، مشکلی نیست. خم به ابرو نیاوردم، طوری نیست. شما که عادت دارین دست به اسکرین رکوردین، حرفای دیروز منو خب بذارید. دیروز به من زنگ زدن که شماره ما رو تو پخش کردی. گفتم آقا پدرت خوب مادرت خوب، ساعت 3:30 صبح من خوابم، چه شماره ای؟ حالا وایس. فوش‌های رکیکی که خودشون میدونن چی ها گفتن، یعنی خودشون میدونن چی ها گفتن و من و ساره سکوت کردیم. به من و ساره دادن. که شما شماره ما رو گذاشتین توی تلگرام، که همونجوری که داشتیم صحبت میکردیم گندش در اومد یکی دیگه شماره رو به اشتباه استوری کرده. مردمم ورداشتن اسکرین شات گرفتن آوردن گذاشتن توی کانال که این شماره فلان خانومه، که ادمین ها بلا فاصله بند میکنن اون کسی که این شماره رو فرستاده. اما مقصرش باز کیه؟ باز منم. مقصر کسی نیست که اول استوری کرده به اشتباه. بس کنید تو رو خدا. اگر واقعا میدونی شکایتت به جایی میرسه، نامردی اگر شکایت نکنی، چون من خسته شدم از این تهدیدای هر روزتون به من. نگار، شماره همه ماها رو تو و ادمین احمق تر از خودت گذاشته توی گروه ها و اسکرین شاتاش هست و پیامایی هم که اونجا دارید پلن میچینید که واسه ما دردسر درست کنید، داستان درست کنید، یا بریزن تو پیجای ما یا بخوام به ما هیت بدن هست. منتظر یه فیدبک جذاب از سمت خود من شخصا باش. اوکی؟ میای با پرستو ساله ویدیو میگیری که آره با هم دیگه کاری نداشته باشیم، یه فیلم بازی کردیم فلان و بسار، همه فتنه ها و شر از زیر سر تو داره بلند میشه. کسی به کار کسی کاری نداره. واسه چی توی گروه ها همچین چرت و پرتایی مینویسی؟ داری میسوزی؟ داری میمیری؟ بمیر، لیاقتته. خانم ساره رو که همه میشناسن، ادمین شما هستش خانم نگار، و تو گروه شما شماره من پخش شده. به اشتباه یه نفر اومده شماره گذاشته، لابد به اشتباه اسم منم اونجوری نوشته. اون چیزی که داری میگی لایق خودت و خانوادته. خب شمارم تو گروه تا هنوز داری انکار میکنی. من شمارم رو گذاشتم بالای پیجم واسه تبلیغات و کارا. چی داری انکار میکنی؟ تو گروه تو چی کار میکنه شماره من با اسم آقا حاشیه چه ویوی میده، چه شوکی میده به پیجت. دیشب استوری کردم قبل خواب، چقدر ویو استوریم بود؟ 700 خورده ای بود. الان شده 800 خورده ای. 100k ویو رفته روی استوری من فقط به خاطر 2 تا استوری. چه ویویی میده و من تا الان تو خواب غفلت بودم. الان میفهمم قضیه چیه. هلو نگار، صبح خیر. متاسفم واقعا. منو تنهایی خوبم، منو زندگی بعد از تو سازه، منو خندیدن با مردم، منو احساس آرامش، منو خوابیدن بی غصه، منو خوابیدن با لبخند، منو این احساس تازه، منو زندگی تازه. منو خودم خوشبختی آره میشه میدونی میتونم
میمونه کی غیر من براتون میمونه؟ خودم خوشبختی کی غیر من براتون میمونه؟ من